مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز 3 صدمه مرگ‌آور خبر داد که روزهای 14 و 15 ماه سال 2024 رخ دادند. از جمله در یک صدمه در نویه اشت پدر همراه 2 فرزندش جان دادند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی 14 ماه سال 2024 تقریبا ساعت 16:30 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز میرزا علیف سرباز سال تولدش 1998 ساکن نویه اشت هنگام حرکت از سمت دهه دوستی به سمت جماعت شهرک شهیدان نویه اشت در حدود دهه مرحمت امین نویه به سمت مقابل رو برآمده به автомашین تمغه وز 2115 تحت اداره جمانوف دولت جان سال تولدش 1977 ساکن نویه مذکور برخورده است. در نتیجه راننده وز 2115 جمانوف و فرزند نابالغش جمانوف سراج الدین سال تولدش 2009 ساکن نویه اشت جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. فرزند دیگر نابالغ راننده جمانوف مسلمان سال تولدش 2006 بر اثر جراحت‌های وزن جسمانی برداشته‌اش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین راننده مرسدس بنز میرزا علیف و مسافرانش اشمت و حرمتای سال تولدش 1956 قربان و مولوده سال تولدش 1971 و خرسال عبدالرؤوف زاده شهرانبک سال تولدش 2022 ساکنان امین نویه جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شدند. همین طور شام 14 ماه سال 2024 تقریبا ساعت 20:20 راننده автомашین تمغه اوپل استرا رجبوف اسلام سال تولدش 1993 ساکن شهر بختر هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد محلی وحدت شهر بختر از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخران توجف قطب‌الدین سال تولدش 1969 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران توجف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. صبح 15 ماه سال 2024 تقریبا ساعت 09:00 لطیفوف اسلام سال تولدش 1991 ساکن نویه حمدانی هنگام автомашین شخصی تمغه مازدا را از داخل منزل استقامتیش برآوردن به طرف چپ روی اتومبیلگرد کوچه‌شان حرکت کرده نابالغ عبدالله‌زاده محمد سال تولدش 2019 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ عبدالله‌زاده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوی بین حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راههای پرخطر دانسته می شود. سال 2023 در راههای جمهوری در 1111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیده 1179 کس دیگر مجروح شدند.